میکنیم. خب سروان صاحب، شما اگر از آهنگایتان شروع بکنیم که خب آهنگای بسیار زیاد دارین شما با آرشیف رادیو افغانستان، کدام آهنگتان شما را زیاد خوشتان میاد اگر ما بگویید؟ حتما زیاد آهنگای خودی جای شک نیز دارین دو پارچم به تلویزیون، لیکن شما را زیادتر کدام آهنگتان خوشتان میاد؟ تو با پرده بگویم یا بی پرده بگویم؟ هر رقمی که متر با پرده بگویم سید موزیکش نیست. بله. کیک میزنن اینا که ایسار است، بازی کمسر است، هیچ قطعا نیست. بله. ما که خواندیم دیگه اوجهش فامیله نتونستیم کدام از اون انتخاب کنیم، خوشی خواستیم کدامش خراب. این برادر شما کدام آهنگتان؟ هیچ اینه میری که بگویم سید یکی گناهکار است، قطعا گناهی در گناه. بله. آواز خودتان خوشتان میاد؟ آواز او که آوازی که اصلی آواز نیست، موزیک نیست، من براتون میخوانم و شما میفهمید که راستی آواز میتونم بخوانم. بله. این ساختگی است دیگه، ساختگی که از دیگه چه قسم؟ خب اگر ما شما بخوایم که یک چند پارچه بخونین امکان داره؟ این خود 100 بار شما میخوانم. اینو اگر شما خواسته باشین کدام پارچه بخونین، کدام آهنگ خواهد خواندین شما؟ اره امری که شما بکنید. نه بدل خودتان اگر شما بگوین. من یک سابقه صاحب از نجف علی خان خالوی شوقی میگفت. بله. مثل 4-5 پارچه زور ایراتی یاد گرفته بودم. باز یک 2-4-5 پیش صاحب آقای مندیدی موچی خان سریاره. بله. ما به خاطر محمد من خوشروی خانه را گفت شما رو میشنویم. بله. ما باید بگیم که در قسمت طبله فضلی احمد جان و در قسمت آرمونیا خلیل جان هنرمندای افغان موزیک همکاری دارن که چون پیش از پیش تشکر میکنیم. بروی دل بری گرمای سنسن مکن منم گرفتار دلسن خدا را سارتم آیست میرم خدا را سارتم آیست میرم که من ماندگی خاک دستم که من ماندگی خاک دستم سریا چارم کن بخنجر پارم کن بخنجر پارم کن اگر از من بدیدی بی وفایی بکشنجر سرم صد پارم کن اگر از من بدیدی بی وفایی بکشنجر سرم صد پارم کن سرا بسودن جان را جمله سر تا پا بسودن عالمت کارم نسازی چی فرمانی بسازی یا بسودن چی فرمانی بسازی یا بسودن سریا چارم بخنجر پارم کن بخنجر پارم کن اگر از من بدیدی بی وفایی بکشنجر سرم صد پارم کن بکشنجر سرم صد پارم کن. خب سلام ایرا خانم ما شما میفهمیم که در زندگی هر انسان عشق وجود داره، مخصوصا هنرمندا که با عشق همیشه سر و کار داشتن. شما چطور گاهی عاشق بودین؟ عاشق هستین؟ هیچ فهمیده باشم هیچ نفهمیدین؟ یا آهنگایی قدر پرسوز میخوانین؟ یک لحن غم‌انگیز داره آهنگای شما؟ طبیعتش بود، طبیعت این بوده دیگه. یعنی همیشه شما آهنگایی خواندین که هر شنونده شنیده حتما زیر تاثیر گرفتین شما؟ نه والا هر شنونده شنیده قبول بکردیم هیچ وقت جبر از دیگه سدیم. نه والا ما تا جایی که من شخصا میفهم آنقدر صدای شما علاقمند داره که هیچ اندازه نداره. خب شما شکست نفسی میکنید. وی چند سال را در اوج شهرت و محبوبیت سپری کرد.
کنسرت های ساربان محشر شور و هیاهوی هواخواهانه صدایش بود و غرش کف زدن ها در آن خاموش نمی شد، مگر او با همه شهرت و محبوبیت همچنان مرد فروتن، شکست نفس و مؤدب. هرگز شهرت از تواضعش نکاست و هرگز بیره‌ها و سنج‌های فروشکسته و کاغل افتاده کوچه قدیمی علیرضا خان را با مردمان صفاکیش، پاک دل و پاک دامن کابل که عشق و خواستگاه هنرش بود از نظر دور نمی داشت. ساربان آگاهانه می‌خواند که اگر دستم رسد با چرخ گردون، از آن پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. ساربان در اوج شهرت از آوازخوانی و محافل دوستان و دوستداران هنرش کناره گرفت، چنان که همیشه می‌خواند از در شاهان عالم لذت حاصل نشد، بعد از این در کنج عزلت خدمت پیر است و من. و ساربان گوشه عزلت گرفت و از آوازخوانی دست شست. سالها موصوف در گوشه فراموشی افتاده بود، با بیماری ها و فشارهای روانی پنجه نرم می‌کرد و با بوریای قناعت ورزیده بود، تا آنکه باز زیر فشار تقاضاهای مردم محافل رسمی به سراغش برآمدند، بر استیج کنسرتش کشیدند و در برابر پرده تلویزیونیش آوردند. وجوده که شما آواز بسیار مقبولی هم دارین، به این وقتهای آخر مخصوصا چند سال هیچ از شما آهنگ نو در رادیو نشنیدیم و به تلویزیون ندیدیم. زمینه برای شما مساعد نیست یا خودتان نمیخواین؟ نه من خودم نمیدیم، مگر این نگفتن تا حالا تا میگه که شما خواستین. بله. یعنی میخواین که آهنگای تازه ثبت بکنین شما؟ نه ولی توانش نیست. چطوری داد نمیتونید؟ موزیک سیب خوشوی نیست دیگه، چه فایده دیگه کار کنید؟ یعنی اگر قرار باشه که کدام کنسرت رو برا بسازیم برای شما حاضر هستین بخونید؟ حساب شده نمیتونه سید. هیچ حساب شده نمیتونه. بله. کنسرت خیلی توان شده. درسته، یعنی نمیتونید که کنسرتی چه. با تلویزیون چطور اگر شما تقاضا بکنید و بسیار زیاد هم تقاضا است بیننده محترم تلویزیون که شما باید تصاویر داشته باشه تلویزیون. شما حاضر هستین با تلویزیون آهنگای ثبت بکنید؟ والا من چی میفهمم شما رو بخواید. یعنی اگر خواستش شما تشریف میارین چرا نه؟ بسیار خوب. خب یک آهنگ دیگه شما هم هست که بسیار علاقه‌مند داره. بنما می رویت ای مهر گسل امشب. ممکن است امیر لطف کنه بخونین ما را خوش بسازیم. بنماییم رویت ای مهر گسل امشب، که ستاره نیفشانم در دامن دل امشب، که ستاره نیفشانم در دامن دل امشب. عشق است سپر دل، رخسار تو میرے دل، رخسار تو میرے دل. عشق است سپر دل، رخسار تو میرے دل، رخسار تو میرے دل. استاره من بیخرم بار بس تیرے دل، بار بس تیرے دل. بینش که چه پروین را دنبال گسل امشب، بینش که چه پروین را دنبال گسل امشب. بنمای مگه رویت ای مهر گسل امشب، که ستاره نیفشانم در دامن دل امشب. بازایی که بنشینیم
ما و تو به تنهایی، ما و تو به تنهایی. شیدای ما ویزد در دامن زیبایی، در دامن زیبایی. شیدای ما ویزد در دامن زیبایی، در دامن زیبایی. بینش که چه پروین دارن دنبال بسیلم شد، بینش که چه پروین دارن دنبال بسیلم شد. به مای می روید ای میر گسلم شد، استارن یک شانم در دامن دیلم شد.